دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم و امروز با آموزش یک خورشت گیاهی خوشمزه شمالی در خدمتتونم. پس حتما با من همراه باشین. مواد لازم برای تهیه این غذای لذیذ رو هم میتونید زیر همین پست ببینید. برای درست کردنش اول گردوی آسیاب شده رو با رب انار ترش چند دقیقه تفت میدیم تا موادمون داغ بشن. بعد یه لیوان آب یخ بهش اضافه میکنیم تا شوک دمایی باعث بشه روغن گردو در بیاد. حالا در قابلمه رو میذاریم تا 1 ساعت ریز قل بخوره. بعد از این مدت مجددا آب یخ بهش اضافه میکنیم تا دوباره بهش شوک بدیم و میذاریم موادمون 2 ساعت دیگه ریز قل بخوره. توی این مدت بادمجونای نگینی خورد شدهمون رو سرخ میکنیم و کنار میذاریم. پیاز رو هم تفت میدیم تا سبک و بلوری بشه. بعد زردچوبه بهش اضافه میکنیم و تفتش میدیم تا طلایی شه. بعد از 3 ساعت ریز قل خوردن خورشت و جا افتادنش پیاز داغی که آماده کرده بودیم رو میریزیم توش. نمک غذا رو اندازه میکنیم. فلفل سیاه و گلپر بهش اضافه میکنیم و خورشتمون کم کم دیگه حاضره. درش رو میذاریم و فقط یه رو به آخر بادمجونای سرخ شدهمون رو هم میریزیم توش تا خوب طعم بگیرن. به به به، اینم یکی از لذیذترین غذاهای گیاهی خطه سرسبز گیلان که پیشنهاد میکنم حتما درستش کنید و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس. نوش جانت.